بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، از بزرگترین دستاوردهای جوانان شجاعتمند غزه و از دستاورد مردان قهرمان آن این بود که در ضمیر امت خوابیده معنای جهاد را، شکل و صورت جهاد را زنده کردند. ولی جهاد و قهرمانی ها در کتاب های تاریخی ما درج گشته است، آن را مسلمانان میخوانند. اما این بزرگ مردان در عصر ما جهاد را تجسم یافته در خودشان زنده برای ما پیشنهاد کردند و نشان دادند. این جوانان با ایمان غزه قهرمانی های صحابگان را برای ما دوباره تکرارا نشان دادند. این بزرگ مردان برای ما با این رفتارشان، با این تلاششان، با این پیکارشان نشان داده گفتند ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، وقتا عزم و اراده باشد، وقتا محبتی جنت و محبتی رسیدن بر رضای خداوند باشد، انسان میتواند جانش را برای خریداری کردن جنت و رضای خالقش نثار کند. میتواند مثل مصعب ابن عمیر، مثل جعفر ابن ابی طالب مثلا، یا مثل برای ابن مالک قهرمانی ها نشان دهد. دوستان عزیز، این جوان غزاوی شجاعتمندی با ایمان را که من و شما دیدیم و همه عالم اصلا دید، نوارهایشان را تماشا کردیم، در حالی که از زیر نقب برآمده تانک دشمن را دنبالگیری میکرد، تانکی که از بزرگترین و مسلحترین و قویترین اسلحه دشمن است، فخری پیشرفتی تکنولوژی آن است که مرکبا نام دارد. این جوان با پای لوچ از زیر زمین، از نقبی که هفته ها بلکه ماه ها بلکه سال زیر بمب باران دشمن بوده، از این نقب برآمده با پای لوچ با لباس عادی این تانک را و همان افسران مسلحش دنبالگیری میکند و سلاح خود را، بمب خود را در درون آن می افکند و آن را می ترکاند. این لحظه جالب و این لحظه بزرگ و این لحظه قهرمانی، این لحظه جان نثاری لحظه دیدنی است. بله، اما بار فکر کردیم که پیش از این لحظه این جوان در چه حالت بود؟ در این نفق، در این زیر زمین، در این نفق تاریک چی میخورد؟ چی می نوشید؟ آیا بار فکر کردیم که مادری پیرزنش را با همسری مهربانش، با دختری دوسترویکش که در خیمه زیر بمب باران دشمن گذاشته اینجا آمده پاسبانی میکرد؟ فکر کردیم که آنها در چه حالت بودند؟ خطری از گرسنگی فوتیدن را آنها چگونه مواجه شدند؟ و این جوانی که قهرمانیش و قهرمانی صحابگان مانند است، همه این خانواده خود را بلکه دنیا را یکسو گذاشته، مصحفش را، جای نمازش را و کمان، تیر و کمانش را گرفته، راه دفاع از دینش، دفاع از مسجد الاقصی من و شما را انتخاب کرده، نفق تاریکی زیر زمین را خانه خود قرار داد. بله، این لحظه ای که به دشمن هجوم کرد، دشمن را ضربه زد، سرکوب کرد، ما تنها همین لحظه را دیدیم. اما لحظه های دیگر، بلکه روزهای دیگر، ماههای دیگری که تا این لحظه بود، آن نیز برابر این لحظه قهرمانی است و جهاد است. تربیه این جوان، آماده سازی این جوان جهاد طولانی تر است. امام ترمذی از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی روایت کردند که ایشان فرمودند عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت الله و عین باتت تحرس فی سبیل الله. دو چشمی هست که آتش جهنم را نمی بیند، یعنی صاحبی آن دو چشم، دو نوع چشم به دوزخ نمی رود، یعنی جنتی است. چشمی که در خلوت از ترس خدا بگرید، اشک ریزد، و چشمی که در راه خدا پاسبانی کند. این جوانی که نوار او را من و شما دیدیم از نوع دوم است، صاحبی چشمی است که در راه خدا بیداری کشیده پاسبانی کرد. اما آیا ما صاحبی چشم دیگر هستیم؟ چشمی که در خلوت برای این قهرمان، برای این نوجوان بیدار خوابی کشد و دعا کند و اشک ریزد. او وظیفه خود را ادا کرده ایستاده است، بلکه از وظیفه خود بیشتر را ادا کرده ایستاده است. مسجد الاقصی را از جای من و شما حمایت دارد، میخواهد آزاد کند. اما آیا ما وظیفه خود را در مقابل او، در برابر او، حق او را همچون برادر آیا ادا کرده ایم؟ آیا در حقش دعای حفظ و
نصرت و پیروزی کردیم، ما کجا و این جوانان بزرگ کجا؟ آیا آنها نیز مثل ما مسلمان نیستند؟ بله مسلمانند. آیا آن قرآنی را که ما میخوانیم آیا همین قرآن را نمیخوانند؟ آیا همان نمازی را که ما میگذاریم آیا آن را نمیگذارند؟ آیا همان قبله‌ای که قبله ماست قبله آنان نیست؟ بله، کتاب آنان مثل کتاب ما قرآن است، قبله آنها کعبه است، امام آنان پیشوای آنان محمد صلی الله علیه و سلم است، آنگونه که ما نیز این چیزها را داریم و دعوای پیروی میکنیم. اما منزله آنها، قهرمانی آنها کجا و تقصیر ما کجاست؟ آیا بار وقتا مجروح شد و یا به شهادت رسید غمگین شده ایم، محزون گشته ایم؟ آیا بار سر دسترخوانی پر از ناز و نعمت و انواع طعام وقتی می نشینیم گرسنگی آنها بار به یادمون آمد؟ آیا وقتا در جمع خانواده نزد والدین و فرزند و همسرمون میشینیم آیا جدایی او از زن و فرزند، دوری او از خانوادهش به یاد ما آمد؟ او همه این نعمت و لذت و راحت دنیا را ترک کرده، پاسبانی در راه خدا را و مبارزه برای آزادسازی قبله اول مسلمانان را انتخاب کرده. آیا ما لحظه از خواب خود را کم کرده برایش در دل شب دعا کرده ایم؟ دوستان عزیز، این جوانان بزرگ غزاوی قهرمانان این امتند. به کفکوبی ما نیاز ندارند، به مدح و ثنا و تحسین و تعریف ما نیاز ندارند. آنها رضای خداوند را انتخاب کرد، دنیا را ترک کردن، مبارزه با دشمن خدا و دشمن پیامبران، قوم پیامبرکش را دشمن خود قرار داده برای حمایه زمین خود، برای دفاع از وطن خود، از مسجد خود، این راه را پیشه خود قرار داده. دانستند که دنیا کوچکتر از این است که به دنیا مشغول شوند، بنابراین آخرت را خواستند. دانستند که دنیا کمتر از این است که انسان عمرش را برای دنیا صرف کند، بنابراین جنت را از خداوند خواستند. ای جوانان غزاوی، ای مردان قهرمان این سرزمین مبارک، شما چقدر بزرگ هستید و ما چقدر کوچک هستیم. شما چقدر شجاعتمندید و ما چقدر ترسو هستیم. شما چقدر بزرگ هستید در زمانی که بزرگان خیلی کمند، بلکه نادرند. خداوند از شما راضی باشد، شما را پیروز گرداند و تقصیر ما را، کوتاهی ما را ببخشد.